تو ردیف اول از ترکیب آبی کربنی و زرد روشن این رنگا رو به دست آوردم. خب ترکیب این دوتا با همدیگه به ما توناژ مختلفی از سبز میده. چون آبی من آبی کربنی هست، ترکیبش با زرد تو تونای تیره به همچین رنگی تبدیل میشه و هرچی به سمت تشتک آخری میریم که زردش بیشتره و آبیش فقط یه قطره بود، اگه دقت کنید به سبز کاهویی میرسه. ولی تو تشتک پایینی، تو ردیف پایینی، من از سبز چمنی و همون زرد لیمویی استفاده کردم و اگه دقت کنید با وجود این که همون ترکیب بندی تو ردیف بالا رو استفاده کردم، اما تفاوت خیلی زیادی بین تون اول و آخر وجود نداره. البته دقت کنید که این تو 24 تا قطره رنگ سبز ریخته شده و یک قطره رنگ زرد و تو آخری کاملا برعکس 24 قطره زرد و یک قطره سبز. دقت کنید توی این 70 تشتک خیلی آروم آروم از یه رنگ زرد تقریبا روشن داره به رنگ سبز روشن میرسه، اما تو قسمت بالایی ترکیب زرد و آبی به ما یه اختلاف رنگ خیلی خوب و خیلی زیادی رو داد. اگه من به جای این آبی کربنی از یه آبی متوسطی استفاده میکردم، اون موقع تفاوت اینها اینقدر زیاد نمیشد، چون این آبی کربنی میشه گفت تو طیف بالایی از خانواده رنگ آبی هست، جزء آبی های پررنگه و طبیعیه که توی این ردیف ما یه همچین طیفی رو ببینیم. اما تو ردیفی که ما زرد و با سبز قاطی کردیم، این سبز طیف متوسط از خانواده سبزه و این زرد طیف روشن هستش از خانواده زرد. برای همین ترکیبشون با هم دیگه خیلی اختلاف رنگ زیادی رو برای ما ایجاد نکرده، کنتراست خیلی زیادی رو به ما نداده. اما در مجموع به کمک این 3 تا رنگ تونستیم 14 تا رنگ درست کنیم و هر چقدر تعداد تشتکامون بیشتر باشه و این فرمولاسیونش رو دستکاری کنیم، باز هم تنوع رنگمون بیشتر میشه. براتون اینجا اومدم با گوشپاکن مدل‌های رنگش رو کشیدم روی این پد که بهتر مشخص بشه براتون. تو این ردیف اختلاف کامل معلومه، اما تو این ردیف اختلاف خیلی نزدیک هم به هم دیگه.